سلام و درود، خوش اومدید. ماکان هستم و اینجا برنامه پویاسی در رابطه با اسرائیل که آیا دشمن ایران هست یا نیست. بریم داخل برنامه بررسیش کنیم. خوش اومدید. از اینجا من شروع کنم. به بهانه این در واقع شروع کردم. این زیادم مربوط به اسرائیل نیست، صرفا به اون تفکرات تجزیه طلبی پان ترکی ربط داره که دارن خیلی گسترشش میدن. این تفکرات عموما اسرائیل و انگلیس دارن روش کار میکنن و یعنی نه اینکه بقیه دارن باشون کار نمیکنن، برای اینا یه مافیای بین‌المللی هن. منتها این دوتا دارن به صورت تخصصی روش کار میکنن. تخصصیاش اینا هن. خصوصا اسرائیل که در همون ماجرای تشکیل فلسطین اصلا شاهکاره. شما یه کشور درسته رو قلوپی جوری به نفع خودت برش داری، جوری کلاهبرداری کنی که کسی نتونه بگه این کشور اصلا مال تو نبوده و برای خودش اومد یه کشور تشکیل داد. در مورد اونم صحبت میکنم. اینجا اومدم چی گفتم؟ جنینی که با مخفی شدن پشت اسم ایرانگرایی احمق بودن خودش رو پنهان میکنه. امید دانا پهلوی برانداز اگه شکی داشتن بعد از جنگ علیه اسرائیل برطرف شد و در کنار چپ ها تجزیه طلبها و کماله قرارشون میدم. در واقع اینا الان یه توفالن برای من. حالا برای چی؟ زیاد به نظریات منه که ول کن. بذاریم به خود اسناد برسیم. این خب معمولا مسئله یه که خود پانتورکا اعلامش میکنه. آقا ما میخوایم بیایم این تیکه رو کلا بگیریم و اینجا رو هپالی هپو کنیم و اون جزء ایرانه و حالا اینجا نمیدونم چه جوریه، منتها داد طرحشون چون کلا گیلان بود، الان اینجا یه بخشیشه. حالا هر دفعه نقشه‌شون اینجا انگار کلا داخل انگار نقشش کل گیلان است، اینجا نیست. برای خودشون هم خط کشی میکنن دیگه. معنی نیست اینجا رو باش چی خط کشی میکنه، اصلا خودشون نمیدونه چجوری داره بررسی میکنه نقشه رو. و من به بهانه این شروع کردم، بعد رسیدم به اینجا. توییت زیر یه رشتویی که خواهم توییت من بهتون نشون میدم. خیلی وقت اسرائیل به دنبال این طرح هست، همون طرح تجزیه ایران، و در 2 سال گذشته به صورت ویژه در حال مجهز کردن حکومت کمونیستی باکو است. اینا میدونید که این خاندان علیوف داخل دم تشکیلات شوروی بودن، بخش اطلاعاتیش هم بودن و اینم اون پهپاد اسرائیلی است که تحویل دادم. چرا اسرائیل داره حکومت باکو رو تجهیز میکنه؟ برای چی؟ این رشته هم ما یه نگاه بندازیم. حکومت اسرائیل تمام این سالها از تجزیه پانکورد، حکومت باکو و خوزستان حمایت کامل انجام داده. شک نکنیم بعد از جمع کردن و خنثی‌سازی همپیمانان منطقی و قدرت نظامی ایران به سمت تجزیه منطقه و ایران میروند. اینها 20 سال هست که به دنبال طرح خاورمیانه جدید هستند که تمام این سالها به گور بردن این مسئله رو. البته خیلی وقت دنبال تجزیه منطقه و صرفا یک طرح 20 ساله نیست، منتها 20 سال طول کشید فقط اجراش کنن. این طرح از خیلی قبل‌تر در جریان بوده. در 20 سال نتونستن اجرایش کنن و شکست خوردن که همون حمله آمریکا به منطقه بود. و این توییت‌ها رو من اینجا نگه داشتم که همه مستند باشن. یعنی از توییت خود حنانیا نفتالی. اینجا یه گندی زده بود اسرائیل که اومده بود بعد از سفر رضا پهلوی به اسرائیل. یه گندی زده بودن. کنست اسرائیل، همون مجلس اسرائیل، اومده بود به صورت رسمی از طرح تجزیه شمال غرب ایران که میشه آذربایجان جنوبی، یک طرح تجزیه آذربایجان جنوبی گذاشتن روی میز و ازش حمایت کرده بودن. دقت کنید، این یک چیز حرفی نیست، این یک چیزی نیست که یکی یه گوشه‌ای گفته باشه. کنست اسرائیل، خود مجلس، خود حاکمیت، خود دولت، اینا اومدن اینجا ماستمالش کنن. نه همچین چیزی نیست. آقا وقتی همچین چیزی امضا میشه یعنی حداقل براش 10 سال کار کردید. یعنی 10 سال مسائل تجزیه طلبی و پانتورکیسم بردی جلو،
حالا بعد 10 سال که خیال جمع دیگه زیر پایه‌اش ریخته، حالا می ازش حمایت میکنی به صورت رسمی. خیالت راحت دیگه کسی نمیتونه، چون از همه اول قصد و نیت خودتو لو بدی که طرف سری میره سرکوبش میکنه دیگه، سری میره از بینش میبره. اینجا ولی اینجا ترسیدن با علنی شدنش، نگران شدن که مبادا این باعث بشه که مردم ایران دوباره با هم متحد بشن سر مسائل ملی دیگه. مردم مجبورن دوباره بیخیال شن یه خیلی چیزا رو دیگه. مبادا همچین چیزی بشه، مبادا بفهمن اسرائیل دشمنه. اسرائیل خیلی خطرناکه. دقیقا وقتی که میگه من دوستم، دقیقا اسرائیل وقتی که میگه من دوستم خطرناکترین موضعشه. اونا رو من داخل یه برنامه نشون میدم، یه برنامه دیگه نشون میدم. اسرائیل موقعی که وارد فلسطین شد به عنوان دوست وارد شد، به عنوان کسی که دارن، یهودی هایی که دارن پناه میارن به فلسطین وارد شدن. قشنگ یه حالت ما داریم پناه میاریم بهتون، بهمون جا بدیم. آلمانی ها ما رو رد کردن، شما ما رو رد نکنین، اونا بهمون ظلم کردن. مدلش ورودشون به فلسطین این شکلی بوده، ما دوستیم، ما رفیقیم. آره دقیقاً موقعی که میگم ما دوستیم، دقیقاً همون جایی که باید نگران باشی. چون یعنی وقتی میگه دوستیم یعنی داریم خرت میکنیم. اینم توییت خودشه دیگه. گیلا گامیلیل گیلا گامیلیل وزیر اطلاعات اسرائیل امضای سران احزاب مختلف سیاسی در اسرائیل را برای رد و حذف نامه حامیان جدایی طلب ایران جمع‌آوری کرد. آها، شما سالهاست حامیان جدایی طلب هم نیست، شما خودتون جزو جدایی طلبانید و اصلا تفکر جدایی طلبی شما دارید اونجا تئوریزه میکنید. پس از آنکه از طرح به اصطلاح حمایت به اصطلاح امو دقت کنید به واژگانی که داره، هی سعی میکنه وزن ماجرا رو کمتر کنه. به اصطلاح حمایت از تجزیه بخشایی از ایران اطلاع یافتم اکثر نمایندگان پارلمان اسرائیل را برای عقب نشینی از این نامه و متن قانع کردم. حالا تو کی هستی که میری اونا رو قانع میکنی؟ این داره مشاوره بهشون میده که آقا در حوزه رسانه‌ای دارین گند میزنین، از حوزه رسمی درش بیارید. یعنی غیر رسمی ادامه داره، قبلتر هم ادامه داشت، الان داشتن رسمی حمایت میکردن. به اون بخش هم میرسیم که چرا غیر رسمی ادامه داشته. اینا ده 70 دنبال این مسائلن، مگه یه شبه اینا رخ داده؟ و برای عقب نشینی از این نامه و متن قانع کردم. مبارزه با رژیم تندروی دینی خواست مشترک ملت ها یه بسیاری است و ما باید این راه را همواره ادامه دهیم. اینو آب نباتیه که دارن باش مردم خر میکنن. من دارم چپ و راست به جمهوری اسلامی میگم از من این آزادی رو یا تو میدی یا دشمن با این آب نبات مردم تو فریب میده. هیچ گزینه دیگه ای نیست، همین دوتاه. انتخاب کن. تو خودت انتخاب میکنی که دشمن بیاد مردم تو فریب بده، بعد میندازی همیشه تقصیر دشمن. نه خیر، وقتی تو ساختار و خونه ضعیفی درست میکنی در یک مسئله، یک منطقه زلزله خیز، تو مقصری که اون خونه رو ضعیف درست کردی. همین به حالت عادی هم یه خونه ضعیف درست کنی مجرمی. وقتی در یک منطقه زلزله خیز هم خونه ضعیف درست کنی 2 برابر مجرمی. شما نمیتونی به دشمن اشاره کنی و از ساختار ضعیفی که خودت ساختی رو بهش اشاره نکنی. ساختارتون ضعیفه و این ساختار ضعیف دقیقاً جرم شماست. و اینجا دیگه یه عده بچه‌ای که همه خر شدن و فلان شدن و آره فلان مثلا اینم جالب بود. 19 امضا جمع کردید در برابر 32 امضا. معلومه چیزی اصلا 32 تا امضا جمع کنه فرقی نمیکنه، اون قرار نیست میره اون اجرا بشه. این در نهایت این اجرا میشه، یعنی تمام سالها این داشته اجرا میشده، تازه اومدن رسمیش کردن. فرقی نمیکنه که اینو نگاه کن، اصلا 50 تا امضا جمع کنه به صورت رسمی و میدانی داره انجام میده یا نه.
شما شما نکن همه نوع پرچم داخل حکومت باکو بالا بردنش ممنوعه، اما پرچم اسرائیل ممنوع نیست. برای چی؟ اونم در یک حکومت پانتورکیسم. زحمات دوستان رو نمیدونم چی و یه سری شعر برات. ما چش امیدمون فقط به کشور اسرائیل بود. تو خیلی گاوی که چش امیدت به فقط به کشور اسرائیل بود. اسرائیل اصلا آخرین کشوری هم نیست که میشه بره. من خواستم بگم آخرین کشوریه که میشه بهش چشم امید داشت، میگم آخری هم نیست. اصلا تو رده بندیات نیار اسرائیلو. اسرائیل کلا نمیشه بهش اعتماد کرد. فقط یه دیوونه به اسرائیل اعتماد میکنه. حالا ما کامنت ها رو کار نداریم. نفتالی جهود طرفدار نونازیای پهلوی بدان آذربایجان متحد ایجاد خواهد شد. از اون داره به نفعتون کار میکنه. تمام این ساله که بهتون کمک کرده. شما اصلا جنگ اونجا رو چجوری در برابر ارمنستان در برابر ارمنستان اصلا چجوری پیروز شدید؟ اسرائیل کمک کرد که پیروز شدید دیگه. شما عددی چی بودی بخواستی پیروز شی؟ خب حالا اونجا بحث و کامنت و اینا زیاد داره، به اونا نپردازیم. و این همون نامه اصلیه. نکنید این کنارم شما علامتش رو میبینید. نمیدونم میشه زوم کرد؟ نه، زوم روش تاثیر نداره. علامت اون پرچم آذربایجان قشنگ میبینید. بعد از کاهش سرمایه اجتماعی به خاطر فتنه حجاب در ایران و سفر رضا پهلوی به اسرائیل، نمایندگان این رژیم به حمایت از تجزیه طلبان پرداختند و رسما به تجزیه ایران و حمایت از حکومت باکو رأی دادند و خاک ایران را با اسم آذربایجان جنوبی به عنوان یک کشور و جزو خاک حکومت باکو به رسمیت شناختند. این اصلا چیزی شوخی نیست. اصلا چیز شوخی نیست. نگاه کنید اینا وقتی فقط یه دونه بیانیه در گذشته داده بودن، حالا من در مورد اونا صحبت میکنم، در مورد سایس پیکو و بیانیه‌ای که اون زمان داده بودن برای تشکیل اسرائیل، اصلا صحبت از تشکیل اسرائیل هم نمی‌کردن. دقت کنید، اصلا صحبت تشکیل اسرائیل هم نمی‌کردن. فقط میگفتن آقا ما یهودی‌ها رو براشون یه پناهگاه ایجاد کنیم، ببریم یه جایی سکونت بدیمشون. همین. حمایت کنیم از کوچ یهودیان به فلسطین. با همین رفتن اونجا کشور تشکیل دادن و فلسطینی‌ها رو اونجا ریختن دور. حالا چه برسه مستقیم میان میگن که آقا ما اینجا یه کشوری دیگه است، ایران نیست، باید تجزیه شه. اما بعد از فهمیدن حماقتی که انجام دادن، باعث شد تا با فریب افکار عمومی لایحه‌ای بیفایده در رد یک طرح تصویب شده امضا کنند. 19 امضا در برابر 32 امضا که مشخص رأی اصلی رو بر نمیگردونه. صرفا یک بازی دیگه برای فریب افکار عمومیه که اسرائیل را دوست ایران میدانند. این نماینده زن چرا نمیشم؟ این چیزه مال رئیس وزارت اطلاعاتشونه. این نمیدونم اون تیکر رو برشیم، اون حواسم نبوده نمیشتم. از اینجا باید بخونمش. وزیر اطلاعات و عضو کنست حزب لیکود تاگند کار رسانه‌ای رو تا حدی مالکشی کنه. اومدن با کار رسانه‌ای مالکشیش کنه. موفق هم میشه خیلی ها رو خر کنه که همکاری اسرائیل با حکومت باکو برای تجزیه ایران دیگه وجود ندارد، در حالی که اون طرح کنار نرفته و سر جاشه. و الان هم اگه خود طرح رو بذارن کنار، پشت پرده که سالهاست دارن کارشون انجام میدن. دارم میگم حکومت باکو چجوری ارمنستان پیروز شد؟ اصلا برای چی دارن به حکومت باکو کمک میکنن که بتونه ارمنستان پیروز بشه نسبت بهش؟ بذار به داغ توییت خود این وزیر اطلاعات اسرائیل هم بریم که 1,500,000 تا بازدید گرفته. پس از آنکه از طرح به اصطلاح حمایت همین نوشتن، چرا شبیه هم نوشتید؟ خیلی جالبه.
و یکی به هر دوی اینا چیز داده، مشاوره داده چی بنویسن. خیلی واضح است. یکی هم به وزیر اطلاعات و هم به اون آقای، به اون نفتالی، به هر دوتا مشاوره داده. یا وزارت اطلاعات به اون گفته که چی باید بنویسی. پس از آنکه از طرح به اصطلاح حمایت، دقیقاً همون جملات، پس از آنکه از طرح به اصطلاح حمایت از تجزیه بخش‌هایی از ایران اطلاع یافتم نمیدونست وزیر اطلاعات اسرائیل نمیدونست همچین طرحی روی میزه. وای، نه نمیدونستی میخوان رسمیش کنن. چون میدونی چی؟ اسرائیل آقا خر نشید با این مسائل که آقا اسرائیل دو تا حزب مختلف داره. نه، اسرائیل یه حزب تندرو داره و یه حزب میانه رو داره. هدف جفت در اصل تجزیه ایرانه، فقط در نوع رسیدن به هدف فرق میکنن. یعنی اونا میگن نه ما باید علنی اینا رو بگیم، اینا میگن نه. اونا تندرو میگن باید علنی بگیم، این میانه روهاشو میگن نه ما نباید علنی بگیم. فرقشون فقط همینه. نه که یه عده میان میگن نه اون یکی دوسته، چشم داغون شده انصافا، اون که دوسته این که دوست نیست. مبارزه دقیقا همون متنه. من اون موقع دقت نکرده بودم، وگرنه اینم میگفتم. اون توی رشتوشو ادامه میدم دیگه، این نکته هم بهش اضافه میکنم. مبارزه با رژیم تندروی دینی خاص مشترک ملت‌های بسیاری است و ما باید این راه همواره ادامه دهیم. ببینید خیلی دقیقاً اومدن رفتار شناسی کردن. چون ما الان مثلا رفتار اسرائیلیا رو نمیشناسیم که. یک کشور از رفتارهای یک کشور دیگه و نوع تفکر یک کشور دیگه خبر نداره که، مگر که قشنگ رفتار شناسی کرده باشه. قشنگ رفتار شناسی کردن، کلمات دقیق به کار بردن. با رژیم تندروی دینی خاص مشترک ملت‌های بسیاری است. یعنی میخواد بگه ما و شما داخل یه میدان داریم میجنگیم. هر کی ندونه انگار نمیدونیم که اصلا بنیان اسرائیل به خاطر یه سری توهمات دینی کاشته شده. این به بقیه بگه خب با تندروی دینی مبارزه کنه. بنیاد اسرائیل بر اساس چی ساخته شد؟ ارض موعود. برای چی فلسطینی‌ها رو میکشن؟ برای که اونا حیوانات دست و پا دارن. حیوانات دوپاهن، انسان نیستن که. حیوانات دوپایی هستن که ما باید بریم به اونا حکومت کنیم، یهودی ها. و برای همینه که راحت میکشنشون و به هیچ جاشون هم نیست. این هم مثلا دارن نسل کشی میکنن، به خاطر همینه. ارض موعود و خودشون چیز میدونن دیگه، قوم برگزیده میدونن. اینم یه چی مغز بگم آقا دیگه. این برنامه نمیخوام فوش بدم. همون چی مغز. اینم اکبر شاه و اینا، این پوفیوزان که اومدن اینجا آخر ما فوشمون رو دادیم. قشنگ مشخصه چه طیفی پشت سر اینا هستن. قشنگ مشخصه، اصلا واضح است. اینا من میخوام همه ثبت باشه. او این بیانیه رو من ندیده بودم. این بیانیه رو من بعدا یه نگاه بهش میندازم. فقط میخوام اینا یه مقدار اینجا ثبت باشه. آره این این یک آبزیرکایی هست که این خلوچلو باش. یه مش دیوونه. راه در جان یکیست و آن راستیست. چی میگی دادش؟ به این میگن اعتبار. اصلا نیا کن، کل سازمان فکریشون رو دست گرفتن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حکومت ما میخواد حجاب رو اجرا کنه. خیلی جالبه. هر جوری من به جمهوری اسلامی میگم آقا همه این مسائل به خاطر حجابه، اسمش گذاشتن فتنه حجاب دیگه. منافع ملی ما به خاطر حجاب داره میره. آقا گور بابای حجاب. دهن ما رو داری باز میکنی. من نمیخوام علیه خود حجاب صحبت کنم، بگن خود حجاب میگیرم تیکه پاره میکنم ها.
با این حجاب اجباری کل ملت رو خر کردید، همه شدن خر اسرائیل. این یک حقیقت این یک حقیقت انکار نشدنی است که حجاب اجباری باعث تقویت جریان تجزیه طلب و اسرائیل به عنوان بزرگترین حامی تجزیه ایران تمام مهرهای خودش از کردستان عراق، خوزستان و غیره تا پانتورکیسم و حکومت باکو را به حرکت درآورده. تمام این سالها این بخش‌ها تجزیه ساماندهی و تجزیه طلب، ساماندهی و حمایت مالی شدن. اینا که قبلا ضبط کرده بودم برنامه‌شو دوباره سراغ اونا میرم. نمایندگان مجلس گنگ سالها اسرائیل از طریق حکومت باکو پهپاد جاسوسی به سمت ایران میفرسته یا برای ترور دانشمند تجزیه ایران همکاری اطلاعاتی داشته. حالا امروز میاد چی میگه؟ امروز چون ایران در موضع ضعف دیده، کارهایی که در تمام این سال انجام داده صرفا رسمیت بخشیده. اینم که حضورش اینم کنار همین خانوم است، وزیر اطلاعات اسرائیل، گیلا گملیل. اسمش هم سخته، رو دهن من خوب نمیچرخه. خب ما بریم رو توییت اصلیمون و اینم خب خبرگزاری هاست که لینکاشو من اینجا گذاشتم که قشنگ نشون داده داخل خبرگزاریه یورو نیوز. اینجا مشخصه، پارسی euroniws.com. حالا نمیخوام برم داخلش چون احتمالا صفحش معلوم نمیشه، کادر بندیم درست نیست برای چیز. آره دیگه، پیروزی در جنگ، نمیدونم نقش تسلیحاتی، نمیتونید ببینید داخل اینجوری دیده نمیشه. یه اسرائیلی اومد، اون اسرائیل اون گوشه هست میخواد. بعدا من اینا رو نشون میدم. نه بذار من الان درستش کنم، یه لحظه استوب میگیرم اینو نشون میدم. خب آره، بذار ما بریم دوباره اونجا. اینجا رو من همه رو در رشته گذاشتم، رشته اونجا میذارم که خودتون خواستید بیاید نگاه کنید. نقش تسلیحات اسرائیل در پیروزی آسان آذربایجان در جنگ قره باغ. حالا چرا داره اینجوری تسلیحش میکنه، بهش کمک؟ رد پای اسرائیل. یورو نیوز ها، رد پای اسرائیل سال هاست، رد پای اسرائیل اونجا هست، تازگی که نداره. حالا ما دوباره بیایم روی همین. خب حالا جالب همینجاست که حالا اینا اعلام میکنه که آقا چرا ورود نمیکنی به جنگ قره باغ، برو بجنگ باهاشون، با حکومت باکو برو بجنگ. در حالی که این یه چیز بچگانه است دیگه، یه جا جنگه، تو هم برو همونجا بجنگ. خب اگه من اونجا بجنگم، مشغول بشم با حکومت باکو و اونور ترکیه، اونور ناتو هم حمایت میکنه، اینور اسرائیل هم تسلیحات میفرسته که فرستاده دیگه. این که اینجا هست، اینم باید نشون بدم. دویچه وله هم خبرش جالبه که فرستاده دیگه. در نهایت اسرائیل هم از این ور چی میکنه؟ نیش میزنه. اسرائیل خیلی وقت دنبال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایرانه و غیر از اینه. فیلمش هم حتی ساخته، چندین بارم ساخته. یعنی این یک تلاش 15 ساله است، حمله به تسلیحات اتمی ایران، به مناطق اتمی ایران. یک تلاش چندین ساله است. از اون فیلم ترانسفورمرز که یکی از شماراش، یادم نیست کدوم شمارش بود، من یادم میاد که یک بخش سکانس حمله به تأسیسات هسته ایران هم داشت. بعدش الان جدیدن چی ساختن؟ فیلم تاپگان رو ساختن، فیلم تاپگان که این هم چی؟ حمله به ایرانه، حمله به تأسیسات هسته ایرانه، که اومدن یه سری کار رسانه‌ای بکنن که اگه حمله انجام دادن اون رسانه‌ای باحالش کنه، ذهن‌ها رو آماده میکنن. خیلی کار رسانه‌ای قشنگ و تمیزی انجام میدن، برعکس جمهوری اسلامی که کار ضد فرهنگی انجام میده، کار رسانه‌ای انجام نمیده، کار ضد رسانه‌ای انجام میده، برندسازی انجام نمیده، ضد برندسازی انجام میده. اونا کامل برعکسن، کامل میدونن دارن چیکار میکنن. جمهوری اسلامی که نمیدونه چیکار میکنه و فکر میکنه همه چی جنگه دیگه. آقا ما میدونیم اونجا مسائلی هست، ولی همه چی جنگ نیست که. برای چی داری این قاعده رو میبازی؟ چون فکر میکنی همه چی جنگه.
همه چی جنگ نیست. جنگو باید ببری جلو و محکم‌تر ببری جلو. تازه این مسئله بفهمی جنگو واقعا میتونی بهتر ببری جلو. این مسئله نمیفهمی کلی ضعف. از نظر اقتصادی خوردیم زمین. کلی از نظر اقتصادی ما رو زمین زدی. یعنی من میگم ما از نظر نظامی خیلی باید بهتر عمل کنیم. خب تو از نظر اقتصادی زدی زمین. الان میتونی نیروها رو تجهیزاتشون رو بروز کنی؟ نه، هنوز اون کلاش عهد بوق دادی به نیروها. تو به تمام اسلحه رو دوربین دار کنی. اصلا با مگسک یعنی چی؟ حالا کار نداریم. چون اگه اونجا ورود کنه بعدش اسرائیل هم وارد میشه. اسرائیل هم بازیگریاش انجام میده، ما رو اونجوری مشغول میکنه، به اضافه ناتو. حالا اینجاست که ایران به هر حال باید با اسرائیل بجنگه. پس ایران با هوشمندی زمین جنگ رو از قفقاز مستقیم کشون به اسرائیل. آقا در کل که با اسرائیل درگیر شیم اونجا سر ماجرا قفقاز. خب مستقیم میریم خودشو میزنیم. با سگش درگیر نشو، صاحبشو بزن، خودش حسابکار دستش میاد. با خود مزدور درگیر نشو، صاحب مزدور رو بزن، حل میشه. و جالبه دیگه، اینجا هم دارم به این اشاره میکنم که اصلا حجم تسلیحاتی که دارن برای حکومت باکو ارسال میکنن، کسی نمیگه چرا اسرائیل داره حکومت باکو رو مسلح میکنه. کسی حرفی نمیزنه. حتی اینجا رو نگاه کنید، وحید بهمنم اینجا داره به یک کسی که خب بهش انتقاد کرده، خب شرور هم داره البته، میگه واقعا حق داره بهش بگه پلشت فرومایه. به هر حال اینجا چون قبلا وحید بهمن خیلی علیه اسرائیل صحبت کرده، خب الان بعد از سفر رضا پهلوی به اسرائیل فتیله رو کشیده پایین. اینجا هم یارو میگه آره این چیزه، مثلا خیلی جالبه اینا، مثلا میخوام بگه اینا علیه یهودیان هستن. اسکول، اون علیه تو یه اقدامی میکنه، اون اسرائیل علیه ایران یه اقدامی میکنه، این میره جوابشو میده. تو حمله میکنی به این، چرا به یهودی حمله نمیکنی؟ خیلی جالبه. مثلا داعشیه داره آدم میکشه، بعد میری باهاش مقابله بکنی میگه نه این مسلمونه. خب هر خری هست. یعنی چی مسلمونه؟ هیچ آدم نکشه. خب اسرائیل داره اونجا کارا رو انجام میده، میگن یهودیه. خب ما چی کنیم؟ اونا یهودیان. مقصر ماییم؟ مقصر خود یهودیان دیگه. چه مزخرفاتی میگه. هرچند بعد از سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل مورد خاصی از شیطنت‌های مقامات اسرائیل در مورد تمامیت ارض ایران ندیدم. او چی شد؟ مورد خاصی ندیدم؟ فیلمو باش یا نخواستی ببینی. من اینجا خب براش فرستادم. شوخی میکنی؟ دقیقا بعد از سفر رضا پهلوی به اسرائیل، کنست اسرائیل طرح حمایت از طرح تجزیه طلبان آذربایجان جنوبی را امضا کرد. شیطنت خاصی ندیدی؟ بدترین کار ممکنه انجام داد. یکم منافعشون داره اونوری میچربه. خیلی خطرناکه این. خود رضا پهلوی اصلا یه عنصر ضد ملیه. چون اصلا استقلالی از خودش نداره که بخواد استقلال ایجاد کنه. و اینجا هم دارید میبینید سر این که اومد یه دونه عکس گذاشت از مسئله اهوازیه، از این گروه های تجزیه طلب مربوط به اهواز. خب این بهش حمله کرد. خب درسته کار مزخرفی انجام داده و غلط کرده، دقیقا هم درست داری میگی. خب دقیقا هم داری درست میگی. منتها الان که کار بدتری انجام داده اینجا. الان که اینجا اومده از خود طرح تجزیه خود ایران به صورت قانونی و رسمی حمایت کرده. اونو دیدی آقای وحید بهمن؟ اینو ندیدی؟ فنجانو میبینی؟ فیلو نمیبینی؟ مورچه رو میبینی؟ فیلو نمیبینی؟ بله اینجا مورچه هست. منتها اون طرح اینجا طرح تجزیه طلبان اینجا که فیله. که این طرح تو نمیبینی؟ آقای وحید من اونو میبینی؟ حالا نمیخوام طولانی ترش کنم، ماجرا رو یک طرفه تعریف میکنه. اسرائیل چندین ساله که در باکو علیه ایران سیاست‌های تجزیه طلبانه رو دنبال میکنه و در 2 سال گذشته به شکل نیابتی در قفقاز علیه ایران جنگیده.
بعدش عملیات تروریستی در سوریه شکل گرفت. فشار از چند نقطه دارن سعی میکنن چند نقطه فشار میارن و تهدید به ترور فرماندهان ایران، تهدید هم کرده بودن دیگه، تهدید به ترور فرمانده ایرانی هم کرده بودن. بعد بازم ایران جواب نده. چجوری حساب میکنید آخه؟ اینم که یه عملیات تروریستی بود که اسرائیل با کمک یک سری تجزیه طلبها در سوریه انجام داده بود. تصویرش میفته بیرون، بذار همینجا بمونه. اینا رو حالا بعدا بهش میرسیم. اینجا فکر کنم 14 تا زن و کودک کشته شده بودند و 100 و خورده نفر هم از فارغ التحصیلان، اونو نگاه کن اصلا معلوم بچه هست دیگه، 100 خورده نفر هم از فارغ التحصیلان دانشگاه افسری سوریه و کلی هم طبعا زخمی. نگاه کن پسر هم نگاه کن، این پسر هم جز زخمی ها میشه دیگه، این یه جز کشته ها حساب نمیشه که. جالبه درباره حکومت باکو چقدر راحت میگن حمله کن، بکش، بگیر، ببند، بزن، اما ریشه اون یعنی اسرائیل رو کار نداشته باش. یهو به ریشه اصلی میرسن، نه چرا شما داری اونجوری میجنگی؟ چرا داره میبره زیر سوال، داره سعی میکنه با وسط بازی و با کار مختلف این مسئله ببره زیر سوال. که اگه نبود اصلا چنین توهمی در این حکومت‌های ضد ایرانی به وجود نمی آمد و تجهیزش رو نداشتن و تجهیزاتش رو نداشتن. اصلا با هم ارمنستان درگیر بود، اصلا به مسئله ایران نمی‌رسید دیگه. اما وقتی ساماندهی‌ها برای تشکیل جبهه بالا گرفت، ایران مستقیم به سمت ریشه رفت، یعنی اسرائیل. اون اسناد حکومت اسرائیل در حمایت از تجزیه طلبان ایران را کنار این اعترافات افسر اطلاعاتی موساد قرار بده. دوتا رو بذارید کنار هم. حدودا مربوط به 2 سال قبل، شاید هم بیشتر، خیلی واضح جلوی دوربین فعالیت‌های اسرائیل را به زبان می‌آورد. یعنی 100 برابرش پشت پرده انجام شده که این چنین با غرور علیه تمامیت سرزمین ایران سخن میگوید. هذا العالم ورائي، هذا عالم الاحواز، ولو كان عندي عالم الاكراد وعالم التركمان وعالم الازيريين والبلوچ كانوا ايضا ورائي، وانا افتخر بدعمي للشعوب الغير فارسيه التي تصارع من اجل الحريه. حالا بزن نسخه کاملش رو ببینیم. ننظر الى الشعب الكردي وكانه صوره مرآة لنا، ننظر الى الشعب الكردي وكانه اخ للمشكله، ونحن نتمنى لهذا الاخ ونساعده. بما انك جئت مباشره الى هذه النقطه، كيف تساعده ومتى بدات هذه العلاقه وهذه المساعده الاسرائيليه لهذا؟ و این برادری و کمک از چه زمانی آغاز شد؟ نمیخوام طولانیش کنم، سریع میبندمش. الاخ كما وصفتها في بدايه از ابتدای دهه 70 میلادی موساد اسرائیل در شمال عراق پایگاه‌هایی داشت. طرح تجزیه از کی شروع میشه؟ اعترافات بسیار قابل تحمل هستند. شروع فعالیت‌های اسرائیل برای تجزیه منطقه از سال 1900، شروعش هم نیست، حالا من میگم شروع چیزی دقیقی نیست کلمش، ولی میتونیم بگیم شروع دیگه، چون تنها سندیه که فعلا داریم. از سال 1970 دهه 70 میلادی بوده. تنها سندی که میتونم به مخاطب ارائه بدم از نظر اطلاعات اینا که خبر داشته، همه اینا اصلا واضح است. از سال 1970 دهه 70 در میلادی بوده، به عبارتی 1347 48 یعنی 1348 و هیچ جمهوری اسلامی هم وجود نداشته. اسرائیل سالهاست برای تکه تکه کردن و تضعیف کشورهای منطقه با هر گونه گروه تجزیه طلبی کار میکند، اونا رو تسلیح میکند، اونا رو ساماندهی میکند، سازماندهی میکند و مجهز به بهترین تجهیزات میکنه. همین الان حکومت باکو بهترین جت های جنگی دنیا رو اونجا بهشون داده. F-35 های اسرائیل اونجا هستن. طرح تجزیه طلبانه اسرائیل کاملا جدیه. یعنی این که اینا برمیگردن میگن نه نمایندگان مجلس شما اومدی اینا امضا کردی، شما غلط کردی، ما کنار مردم ایرانیم، ما اصلا دوباره تجزیه ایران نیستیم که. از من شما دهه 70 داری روی این مسائل کار میکنی، خفه شو. دقیقاً مردم ما رو با مسائل حماقت‌های مذهبی نظام دارن چی میکنن؟ گول میزنن.
و این اون نقطه پیچیدگی جنگه که ما چجوری بین حماقت و خیانت باید وایسیم. من لوکیشن کانالم هم همینه، ببینیم اینجا معلوم میشه میدان نبرد مقابل حماقت و خیانت. چجوری باید بین این دوتا همزمان وایساد واقعا نمیدونم. کار خیلی سختی در پیش داریم، ببینیم به کجا میتونیم برسونیم. سلام و سلامت باشید. فعلا خدا نگهدار.